از این چیاسیدا میخوام داخل این اضافه بکنم. صنعت بزرگی هستش که پشت چاق بودن آدم ها هستش. ببین پنیر رو 3 تا رایس کیک، البته 4 تا رایس کیک سیاه دونه هست. سلام، امروز 11 شهریوره. من آب جوشم آماده کردم. اینم برای این پودره آب گرم ریختم، با شیر قاطی میکنم. میوه هام این گردو و پنیرم برای صبحانه است که با 4 تا دونه رایس کیک میخورم که دیروزم وزنش رو انجام دادم. این 4 تا حدوداً 30 گرم میشه، 100 کالریه. صبحانه یه دونه گردو، پنیر و 3 تا رایس کیک، البته 4 تا بود، یکیشو دارم همراه خودم میبرم که گشنم شد بخورم به عنوان میآورده با همراه میوه ها. ویتامینای امروز به همراه آب بعد از صبحونه اینم میخورم، یعنی الان میخوام بخورم.
سلام، من امروز اومدم در مورد یه فرضیه مهم باتون صحبت بکنم. یه قضیه مهمی هستش، اونم مشکلاتیه که چاق بودن و چاق موندن در ما به وجود میاره و ما یا ممکنه که احتمال ابتلا به ما اون رو در ما افزایش بده. الان جدیدن چیزی که دارم میبینم خیلی داره عادی سازی میشه که اینکه هر کسی در هر بدنی هست زیباست، نمیدونم چاقی ربطی به سلامتی نداره، ما میتونیم چاق و سالم باشیم. به نظر من پشت این حرفایی که دارم میزنم بجز اون قضیه‌ای که ما باید به دیگران احترام بذاریم و اینکه یه نفر چاقه یا لاغره به خودش مربوطه و خودش باید خودش رو دوست داشته باشه و اینا و چی میگن بادی شیمینگش نکنیم به خاطر اضافه وزنش، یه بحثش مربوط به صنعت بزرگی هستش که پشت چاق بودن آدم ها هستش. ببینید اگه شما چاق باشید غذای فست فودی استفاده میکنید، نوشابه میخورید، بعد بیشتر مریض میشید، پزشکی و داروسازی و اینا تحت تاثیر ایناست. به نظر من این عادی سازی به خاطر این قضایا هستش، نه به خاطر اینکه واقعا چاقی و سلامتی هیچ رابطه‌ای با هم ندارن، ما میتونیم یک چاق کاملا سالم باشیم و هیچ مشکلی برامون به وجود نیاد. نه، احتمالا اگه ما چاق باشیم مدت طولانی این اتفاق توی این وزن بالا زندگی بکنیم، حداقل ریسک خطر خیلی از بیماری ها در ما افزایش پیدا میکنه. حالا من فقط صرفا جهت اطلاع و یادآوری یه سری از این بیماری ها رو میخوام بهتون یه یادآوری بکنم که بدونید هر چیزی که مدیا داره به ما میده به عنوان اینکه این مشکلی نداره سلامت و اینا همه رو باور نکنیم و بدونیم که پشت پرده این چیزا همش اون چیزایی نیستش که دارن نشون میدن که مدل پلاس سایز و نمیدونم این داستانا اینا نیستش. شاید یه سری چیزای دیگه است که ما ازشون اطلاعاتی نداریم. مثلا چاقی باعث چه مشکلاتی توی بدن میشه؟ افزایش فشار درون جمجمه یکی هستش، سکته مغزی، آب مروارید، بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، فشار خون، التهاب پانکراس، سرطان پستان، کلون، رحم، دهانه رحم، پانکراس، پروستات، کلیه، مری، التهاب سیاه رگ‌ها، نقرس، مشکلات پوستی، آرتروز، سندرم تخمدان پلیکیستیک که بنده به خاطر چاقی بهش دچار شده بودم و وزنم وقتی که کاهش پیدا کرد خیلی بهتر شد، دوباره وزنم افزایش پیدا کرد، دوباره مشکلات من شروع شد. نازایی، قاعدگی‌های نامنظم که اینا همه به هم مرتبطه با سندرم تخمدان پلیکیستیک و قاعدگی‌های نامنظم و اینا. بیماری کیسه صفرا، دقیقاً این بیماری هم چیزی بوده که من خودم تجربهش کردم، نداشتم ولی از یه جایی به بعد که رفتم سونوگرافی دادم این چاق و لاغری باعث شد که من سنگ کیسه صفرا بگیرم. سیروز کبدی، کبد چرب غیر الکلی، باز کبد چرب غیر الکلی رو من نداشتم، اینم دوباره پارسال که رفتم سونوگرافی دادم متوجه شدم که من دارم مشکل کبد چرب داشتم. حتی سال قبلش اصلا وجود نداشت چون من هر سال سعی می‌کنم یه بار سونوگرافی رو بدم و میخوام بگم که خود منم استثنا نبودم، منم به خاطر اطلاعات کم، به خاطر نمیدونم تنبلی، به خاطر اینکه خسته شده بودم از رژیمای غیر اصولی، راه درستش رو نمیدونستم دارم با بدنم چی کار میکنم، چه مشکلاتی دارم برای خودم به وجود میارم، به یه سری از این مشکلات مواجه شدم. امیدوارم شما دیگه این مشکلات براتون به وجود نیاد و اطلاعاتتون قوی تر بشه. اگه سن و سال کمی دارید از الان به فکر باشید و بدونید که هر چیزی که تو مدیا به ما میگن لزوما حرف درستی نیست، شاید یه سری سوگیری های اون پشت باشه که ما ازش بیخبریم. یه قهوه آماده کنیم و بریم برای باشگاه. من استراحت کردم، الان پر انرژیم، یه ذره تنبلی میومد ولی خب دیگه یادم افتاد که دیگه برای اهدافت باید تلاش کنی، هیچ چیزی راحت به دست نمیاد و کاهش وزنم راه میانبر نداره، باید بری تلاش کنی، زحمت بکشی برای هر چیز. یه کوچولو بهش شیرم اضافه میکنم. امروز اون پودر اسلیم لستی که استفاده میکردم و با خودم میبردم محل کارم و نخوردم و میخواستم بعد از ظهر بخورمش، اومدم تستش کردم، تو گرما مونده بود و شیری که توش بود فاسد شده بود. دیگه هیچی دیگه ریختمش رفت، ولی الان میخوام
این قهوه رو با یه مقدار شیر بخورم، با انرژی چند برابری شروع کنم به ورزش کردن و باشگاه. میام وعده این انگورا رو میخوام بخورم بعد از باشگاه به همراه قرص به همراه یه دونه کپسول منیزیم. اینو اول میخورم، بعدش این میوه ها رو میام وعده. اینم از کتلت های ما. سبزیجات متاسفانه امروز تموم کردم، نرفتم بخرم، همین گوجه است دیگه، با این مقدار روغن زیتونی که برای گرم کردن توش ریختم. اینو با نون با یه برش نون به عنوان شام میخورم. اینم از شام 2 تا کتلت. سبزیجات نداشتم و راستش ناراحتم. اون سبزیجات خیلی مهمه توی رژیم، ولی دیگه حالا اشکال نداره. انشالله فردا میرم سبزیجات میخرم. خب ساعت حدودا 10 شب. از این چیاسیدا میخوام داخل این اضافه بکنم. خب این یه بسته چیاسید بود با ماست. اینو میذارم یه کم دونای چیاسید که حجم گرفت به عنوان میان وعده میخورم، میان وعده آخر، چون یه مقدار گشنم بود، نمیخواستم چیز پر کالری بخورم، میخواستم چیز سبک بخورم که همچین نگه هم داره. یه کوچولو هم از این گلار شمالی میزنم روش، بعدن قاطی میکنم. خیلی دوست دارم.